نزدیک دولت‌آباد تهران، در هوای میدون خراسان اونورا، یه گاری چی بود؟ این جیگر میفروخت، معروف بود به قاسم جیگرکی. یک آدم اینقدر بلند ترکه‌ای اما زرنگ، لا چاوکش، دعوا میشد یه چرخ میزد 10 تا رو میخوابون. اما این و گاهی هم شراب میخورد گاهی. اما روز آخر ذی‌حجه که میشد دهنش رو آب میکشید. قدیم لاتا اینجوری بودن ها، هر کاری میکردن به محرم که میرسید به احترام امام حسین میذاشتن کنار. حالا رو ول کن که طرف شب عاشوراش هم گناه میکنه. بعد شب عاشوراش برای همین قبرستونا پر شده، پر جوون. حرمت نگر نمیداری، حضرت زهرا نفرینت میکنه، میگه حسین من تو گودی قتلگاه داره دست و پا میزنه، تو داری میخندی؟ شب نشینی با رفیقات داری، تو خونه دور هم جمع میشی، باش برو حسینیه سینه‌تو بزن. میگم آخر ذی‌حجه دقیقا مثل امشب فردا شب دهنش آب میکشید، لباس عذابو میومد تو حسینیه محل و دستم علم هم داشت. حسینیه علم کش هیئت این بود، چون خیلی ماشاءالله قدرتمند بود، علم هم بزرگ. آقا هیئتی که 5000 سینه زن داشت. خلاصه کم کم کار به جایی رسید که رسید به 100 نفر سینه زن. مردم میگه نه، هیئت امنای هیئت دور هم نشستن که چرا هیئت کسی یه بستن گفتن چرا؟ بودن هم مردم پرسیم، رفتن هم مردم پرسیم آقا تو چرا نمیگه؟ با این قاسم جیگرکی علومت کشه هیئتتونه. و وقتی یه هیئت راه میفته اولین کسی که مردم میبیننش کیه؟ علامت و علومت کشه دیگه، شراب خوره چاوکش معروف دمه جیگرکی. برو بابا ما نمیگم. آقا دیدن همه به خاطر این نمیگم، چیکار کنیم؟ یه جوری به قاسم میگیم که امسال محرم نیاد دیگه تو حسین. اومدن یه چند روز قبل از محرم 6-7 نفری رفتن خونه قاسم و گفتن ما با قاسم کاری داریم. گفت بفرمایید و دست به سینه معدب ایستاد و یکی از صفات لاتای قدیم این بود. لاتای قدیم که برای ریش سفید احترام قائل بودن. قدیما پیرمرد وقتی یه چیزی میگفت چشم، به خصوص برای سادات. امروز طرف دعوا میکنه میزنه تو گوش اولاد فاطمه، پیرمرد ریش سفید رو بهش توهین میکنن. پیغمبر فرمود هر کی به ریش سفید توهین کنه و به موی سفید توهین به من رسول الله کرده. هر کی توهین به بزرگتر بکنه تو پرونده اعمالش توهین به پیغمبر اکرم براش می‌نویسن. حرمت دیگر دارید بزرگتراتون. بین این 7 نفر یه پیرمرد ریش سفید بود. گفت قاسم، گفت ببخشید مزاحمتون شدیم. گفت آقا منت گذاشتید سلام. گفت ما اومدیم فقط چند تا سوال کنیم. گفت قاسم حسین رو دوست داری؟ نگاهی کرد گفت کدوم حسین؟ حسین عزیز زهرا. زد زیر که گفت حاجی دست درد نکنه، بعد از یه نوکری حسین رو دوست دارم. خودم زنم بچه هم فدای حسین. گفتن ناراحت شما چند تا سوال؟ گفت بله دوست دارم، میمیرم برای حسین فاطمه. گفتن قاسم هر کاری از دستت بر بیاد برای امام حسین میکنی؟ گفت بله دیدید که من تو محرم هر کاری میکنم، هر کاری. بعضی فقط بلدم واسه دم در، ولی اگه دستشویا گرفت به اون میگن برو، و این کارم میکرد قاسم.
گفت دیدید من توالت میشورم، در دستشویی رو میشورم، تمیز میکنم، جارو میکنم، آب میپاشم، ظرف میشورم، از تیر میرم بالا، پرچم میذارم، هر کاری بتونم افتخارم. گفتن درسته. گفتن دوست داره هیئت اربابت کوچیک باشه یا بزرگ؟ گفت بزرگ. حسین عظمت داره، هیئتش هم باید عظمت داشته باشه. گفتن قاسم یه سوال دیگه گفتن اگر کسی باعث بشه هیئت حسین کوچیک بشه وظیفش چیه؟ این شک کرد. گفت ببخشید یعنی چی؟ گفتن که یعنی مثلا مردم نیان هیئت به خاطر یه نفر. گفت اون یه نفر نیاد، اون نیاد مردم بیان. گفت راستیاتش ما هم برای همین اومدیم دیده اینا اومدن بهش بگن دیگه هیئت. گفت قاسم ببخشید امسال نیا دیگه تو حسین. گفت باشه نمیاد. سلام منو به مردم برسونید بگید قاسم نمیاد شما بیان. قاسم فدای شما مردم بشه. بیان چون من نمیاد. قاسم ببخشید متصارت قاسم فقط اومدیم محترمانه بهت بگیم تو که میای دیگه کسی نمیاد، تو دیگه نیا. اخونه اومدن بیرون و شب اول محرم زن و بچهش به قاسم گفتن قاسم بابا نمیری هیئت؟ گفت چرا بابا شما برید من میام. نذاش زن و بچهش بفهم. رفت چند تا پارچه مشکی جور کرد چادر زنش رفت تو زیرزمین خونش، دور تا دور زیرزمین خونش رو مشکی زد. گفت حسین جان من از حسینیه بیرون کردم. به من گفتن دیگه نیا. منم یه حسینیه برای خودم درست کردم. اینجا کسی نیست منو بیرون کنه. زنجیراشو برداشت، هرچی شعر بلد بود هی توی زیر زمین زنجیر میزد و هی میگفت یا حسین یا حسین. این چراغا رو خاموش کن. امشب بذارید جوانا داد بزنن و گریه کنن. خدمه یه حسینیه هر کی صدا منو میشنوه هر جا هست بشینه رو زمین، همه بشینن، چای ریزا بشینن، هر کی خدمت میکنه توی حسینیه بشینه. امشب میخوام برای سینه زنا و نوکرها و اونا که خدمت میکنن تو حسینیه روزه بخونن. هرچی شعر بلد بود خون. شب اول تموم شد، شب دوم، شب سوم، شب چهارم، صبح پنجم یکی از اون 7 نفر با چشم گریون از هیئت امنا همه هفتایی اومد در خونه رفیقش در زد، اشکم بند نمیاد. دید اونم داره گریه میکنه. چرا گریه میکنی؟ گفت من دیشب خواب حسین رو دیدم. یا امشب چه خبر اینجا؟ بیبی جان اومدی یه سری به ما بزنی؟ خانوما صدا منو میشنوی؟ امشب اگر یه خانم پهلو شکسته را دیدی بگو خوش اومدی.
امشب مادرش اومده ببینه کی برای حسین داره گریه. دوتایی اومدن در خونه سومی، دیدن اونم گریه میکنه. آقا 7 تا جمع شده. چرا گریه میکنی؟ همه خواب حسین دیدن، همه یه خواب دیدن. من قلبم درد گرفته نمیتونم بخونم، همینطوری میگم اگه امشب شب آخر عمرم هم باشه راضیم. چه خوابی دیدی؟ امام حسین فرموده بود شما چیکاره بودید به یکی بگید بیا، به یکی بگید رایا. من که فقط حسین خوبا نیستم، من حسین گناهکارا هستم. برید عذرخواهی کنید ازش. چرا دل قاسمو شکستید؟ چرا جلو زن و بچهش کوچیکش کردید؟ اومدن در خونه قاسم. اینجا رو میخوام جوونا داد بزنن و گریه کنن ها. اومدن در خونه قاسم، دیدن در خونه قاسم بازه. در زدن، یکی از بچه هاش اومد دید داره گریه میکنه. چرا گریه میکنی؟ گفت بیاین بابام داره خودشو میزنه، داره بابام گریه میکنه. دویدن دیدن قاسم اینقدر سرشو به دیوار زده، این سر شکسته خونالود چته. گفت منم خواب حسین رو دیدم. آقا فرمود به خاطر من ببخشید رو. اما قاسم تو که منو دوست داری، تو که 2 ماه عزاداری میکنی، چرا چاقو کشی میکنی؟ چرا شراب خوری میکنی؟ چرا آبرو منو میبری؟ قاسم میگه تو عالم رویا گفتم آقا من نمیدونستم آبرو ریزتم، حالا که ناراحتت کردم میخوام روز عاشورا بمیرم. حسین برا آوردن قاسمو. اما رفقا مردم جوونا زور عاشورا نشده بود، دیدن بچه های قاسم دویدن. مردم ما یتیم شدی، بیا جنازه بابا رو برداری. همه اومدن روزه من همه جمله مریض دارا گرفتارا کربلایا. مردم اومدن جنازه قاسم و گلبارون کردن. چه احترامی، چه گریه هایی. چرا گلبارون میکنی؟ گفتن قاسم نوکر حسین بوده. من میخوام بگم خمینی شهریا یه نوکر حسین رو گلبارون میکنن. آماده ای بگم داد بزنی؟ نوکر حسین رو گلبارون میکنن. پس چرا حسین رو تیربارا یا حسین